من پوریا هستم، یکی از اعضای تیم بازکست. در کنار من محسن و در روبروی من رضا. خیلی خوشحالم که امروز این اپیزود دوم رو داریم میریم. ما امروز قرار بود اینترویو داشته باشیم. نه اینترویو، مهمون قرار بود داشته باشیم. دقیقاً مهمون قرار بود داشته باشیم، یه مهمون خیلی خوب، ولی متاسفانه دلیلش هم بگو که چی شد اصلا عوض شد این داستان. دیشب ساعت 10 یه سری قوانین وضع شد، چون که آمار مبتلایان به کرونا خیلی داره بالا میره که من خیلی مطمئن بودم روی این قضیه، چون هفته پیش هالووین بود و خیلی اهمیت ندادم و من به شما هم گفته بودم که چند روز دیگه نتیجهشو میبینیم، که نتیجهش هم دیدیم و طبق این قانونی که دیشب ساعت 10 وضع شد به این ور باید 2 هفته قرنطینه و لاکداون در اصل داشته باشیم، که ما ترجیح دادیم این مهمونمون رو برای این هفته و احتمال هفته دیگه کنسل بکنیم و شرایطی که بهتر شد داشته باشیمش. ولی احتمال خیلی خیلی زیاد هفته دیگه مهمونی خواهیم داشت که از طریق ویدیو کال در اصل باش در تماس خواهیم بود. امیدوارم که کیفیت صدای خوبی داشته باشه این برنامه رو بتونیم لذت ببریم. دقیقاً. و امروز راجع به دارک وب یا دیپ وب که میشه شبکه عمیق یا شبکه تاریک میخوایم صحبت بکنیم، که حالا کسایی که راجبش نشنیدن یا اصلا نمیدونن چیه، ربط به اینترنت داره، ربط به فضای مجازی داره و در واقع میخوایم چیزهایی که ما راجبش میدونیم، اطلاعاتی که تا الان بهش پی بردیم در واقع در میون بذاریم و یه چیزی شما بفهمین از اصلا دارک وب چی هست، چه اتفاقی میفته اون تو، یا دیپ وب چی هست، چه اتفاقی میفته. و اینکه بعدن چون خب ما بازکست اسم پادکستمون، قراره این قضیه رو بیشتر باز بکنیم و قراره متخصص این کار رو بیاریم که بیشتر حالا بریم توش، مثلا ببینم چی هست و اینا. کسایی که خیلی دوست دارن بیشتر دنبال کنن این قضیه رو، میتونن اونا رو اون اپیزودهای ما رو یا قسمت‌های ما رو گوش بدن بهش. قبل از شروع این اپیزود من یک سری نکاتی رو بگم که ما خودمون اصلا این رو امتحان نکردیم و نخواهیم هم کرد و توصیه هم میکنیم که بقیه هم این رو امتحان نکنن. یعنی یک سری اطلاعاتی اینجا میگیرن یا یک سری صحبت هایی که میشه حالا ممکنه کنجکاوی ایجاد بشه یا اصلا ممکنه خیلی استفاده کردن، اصلا سمتش نرن و صرفا این اطلاعات رو بگیرن، گوشه ذهنشون داشته باشن که توی دام این جور چیزا نیفتن. دقیقا. حالا ما وقتی که بیشتر راجع به این صحبت بکنیم و بگیم چیه، فکر می‌کنم مردم بیشتر میفهمن یا شنونده‌ها بیشتر میفهمن که اصلا چی دارین راجع به چی صحبت میکنین که سمتش نریم. ولی راجع به خب یه چیز اصلی که من بخوام توضیح بدم اصلا اینترنت چیه، که اصلا از کجا شروعش، اصلا چی هست اینترنت. و ببخشید من وسط حرفت یه نکته‌ای بخوام اضافه بکنم، اینه که ما قرار نبود این صحبت رو داشته باشیم، چون که قرار بود مهمون داشته باشیم آماده نبودیم براش. خیلی صادقانه می‌خوایم بگیم از دیشب که ساعت 10 این خبر ما شنیدیم که این قانون وضع شده، گفتیم که خب چیکار کنیم، نمیتونیم اپیزود نریم و گفتیم که بیایم راجع این موضوع که برای ستامون خیلی جالب بود، این اخیراً هم داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم و یکم تحقیقات کرده بودیم، گفتیم همینو بیایم در اصل به اشتراک بذاریم با بقیه، چون برای خودمون جالبه، شاید برای خیلی‌های دیگه هم جالب باشه، ولی باید حالا طبق چیزی که شما گفتین جلوتر که رفتیم خیلی توش کنجکاوی نشه. دقیقاً. و ما حالا بیسیکی من اولیه‌شو توضیح بدم، اینکه ما اصلا اینترنت چیه. اینترنت یعنی مثل این میمونه که فضای مجازی، مثل این میمونه که ما 10 نفر خب رفتیم توی زمین فوتبال وایسادیم و هممون داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، جدا جدا وایسادیم و داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. خب این صحبتی که داره رد و بدل میشه توی این فضا داره رد و بدل میشه. خب اینترنت هم همین جوریه. شما کامپیوترها با هم دیگه وقتی صحبت میکنن میشه به این فضا میگن فضای مجازی، که کامپیوترها یا این اطلاعاتی که روی این کامپیوترها با هم دیگه شیر میشه یا با هم دیگه در ارتباط گذاشته میشه. خب میک سنس کرد؟ آره. خب خیلی عالی. حالا مثلا شبکه دی منظورت؟ آره، اینترنت کلیات ایناست. شبکه یه چیز دیگه است، ولی کل مثلا این فضاهای مجازی و یا این شبکه ها رو میگن اینترنت. خب حالا شبکه اینترنتی یعنی که من و محسن و
پوریا نشستیم و ما داریم صحبت میکنیم، یه شبکه‌ای به وجود آوردیم اینجا. وقتی صحبت خیلی عادی داریم میکنیم، حالا سه تا کامپیوترهای ما دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه شبکه‌ای رو به وجود آوردن، خب که این شبکه داخلیه، یعنی اینکه کسی از بیرون، مثلا جناب اصغر از بیرون بهش دسترسی نداره. خب اون موقع دسترسی داره که میره توی، دیدین وبسایت وقتی سرچ میکنین www. میاد یعنی World Wide Web. خب World Wide Web یعنی اون وبش به مثل شبکه است ولی World Wide، یعنی همه بهش دسترسی دارن. حالا چیزی که راجبش امروز داریم صحبت میکنیم اینه که ما راجب World Wide Web صحبت نمیکنیم، شبکه‌ای که همه بهش دسترسی دارن صحبت نمیکنیم. شما وقتی میرین تو گوگل سرچ میکنین، مثلا میزنین دونالد ترامپ یا مثلا میزنین حالا الانا الکشن و US election و اینا، ولی وقتی میرین اینو سرچ میکنین خب چیزهایی که همه در اشتراک گذاشتن میاد. خب ولی خیلی چیزهایی هست که خیلی در اشتراک گذاشتن ولی اونجا نمیاد، اونجا شما نمیتونین ببینین، که اون میره تو قسمت دیپ وب. درست؟ اینو بگم که 5% این اطلاعاتی هستش که برای همه قابل دسترسیه، 95%ش توی دیپ و دارک وب هست که همه دسترسی ندارن. دقیقاً. حالا از چرا 95% اینجوریه؟ چون که مثلا من یه کمپانی دارم، 30 نفر برای کمپانیم کار میکنن، من نمیخوام این اطلاعاتو کسی دسترسی داشته باشه بهش، اطلاعات کمپانی منه. حالا دفترها و چیزهای مختلف دیگه، اطلاعات مختلف دیگه است. خب و به این میگن دیپ وب، یعنی من یه وبی درست کردم توی کمپانیم که یعنی کسی بهش اطلاع نداره، یعنی دسترسی نداره. خب به این میگن دیپ وب. دارک وب یعنی یه شبکه دارک، یه شبکه تاریک. بیشتر به این وقتی که یکی میگه دارک وب، این به این معنیه که اتفاقای توش میفته، یعنی یه کارهایی توش میشه که ایلیگاله یا غیر قانونیه. درست؟ بخاطر بهش میگن دارک وب. و این الان حالا توضیح اصلی بود. میدونم که محسن راجبه این یه سری چیزا میدونه، پوریا دوست داره بیشتر کنجکاو و اینا. پوریا سوالی داری یا محسن سوالی داری که مثلا ما اینجا بدونیم که همه چی رو کاور کردیم؟ نه فعلا میتونیم حالا ادامه بدیم. آره. و این از اولیه. حالا امیدوارم که اولیه‌اشو درست توضیح داده باشم و اوکی باشه. درسته؟ اوکی. حالا بعد به این بعد سمت پیش بریم که اصلا دارک وب و دیپ وب چی توش اطلاعات چیزایی هست. خب من دیپ وب رو توضیح دادم که دیپ وب اطلاعاتی که مثلا من و تو 3 نفریمون شیر میکنیم فقط با خودمون و اینا، به این میگن دیپ وب. دارک وب از اون ور شما خیلی راحت نمیتونی بری توش، یه اپلیکیشنی باید دانلود بکنی از طریق VPN و اینجور چیزا باید بری داخلش، و اون تو هم که میری خیلی باید مراقب باشی. بخاطر همین ما اول برنامه گفتیم آقا مراقب باشین که مثلا کنجکاوی اصلا تو این قضیه نکنین واقعا، چون خیلی اتفاقا میتونه اون تو بیفته. مثلا به عنوان مثال مرگ و میر، نمیدونم چایلد پورنوگرافی، اینجور چیزها تو دارک وب میتونه وجود داشته باشه. اوکی. و این از این. حالا صحبتی برای چیزی داری برای گفتن؟ یکم مثال بخوایم بزنیم که ملموس تر باشه، میتونیم بگیم که به عنوان مثال یه تابلوی عکسی که رو دیوار آویزون شده، میتونیم اون تابلوی عکس رو مثلا همون ورلد واید وبی که تو گفتی در نظر بگیریم که یه تصویری ما داریم میبینیم. اون میخی که تو دیواره، اون سر میخو میتونیم دیپ وب در نظر بگیریم که این یه جورایی وسیله است، یه جورایی دست‌های پشت صحنه است به قول معروف که اون تصویر رو نگه داشته، و اون انتهای میخ که توی دیواره و نمیبینیمش، اونو میتونیم به عنوان دارک وب در نظر بگیریم. خیلی توتر اون درون اون ماجرا در است. و من حالا چیزی هم که برای خودم داشتم اینه که سر میخم تیزه دیگه، درسته؟ دارک وب هم در اصل یه خیلی تیزه به نظرم، خیلی تند و تیزه. یکم که بخوایم حالا بیشتر راجعش صحبت میکنیم جلوتر، زننده است یه جورایی، اون دردآوره. این حالا به نظرم مثالی بود که میتونستم بزنم که یکم بهتر درک بشه. و حالا باز برای دیپ وب ما برای اینکه باز بهتر بفهمیمش، به عنوان مثال یه شبکه، یه شرکتی که مثلا 100 نفر نیرو داره،
اینترنت که افراد اون شرکت کارمنداش استفاده میکنن که همون وب سطحی در است که استفاده میکنن و پشتیبانی این ماجرا که فقط ادمین اون شرکت دسترسی داره یا کسایی که پسورد اون شبکه رو اون سیستم رو دارن فقط دسترسی دارن و میتونن کنترلش بکنن، اون میشه دیپ وب که میتونه کنترل بکنه، محدودیت هایی بذاره یا دسترسی هایی به یه سری افراد بده، اون میشه دیپ وب که از پشت صحنه در اصل داره کنترل میکنه. و حالا دارک وب هم اگر که توضیح دارین. آره دارک، حالا من دقیقا مثالی که زدی خیلی قشنگ بود، خیلی حال کردم با این مثالا. از کجا در آورده بودی خودم فکر کردم بشه. و حالا مثلا مثال همه این مثالو میزنن مثل آیسبرگ تو مثلا قطب جنوب و اینجا قطب شمال و جنوب و اینا. آیسبرگ چی میشه به فارسی؟ کوه یخی. کوه یخی دقیقاً مثل کوه یخیه که وقتی شما یه کوه یخی میبینید، مثلا اگه سریال تایتانیک دیده باشی، یه کوه یخی سرش مثلا چه میدونم 3 متر 10 متر معلومه، خب ولی در حالی که زیرش کلی بزرگه. خب دارک اینترنت و ورلد واید وب و دیپ وب و دارک وب اینجوریه که اون بالاییه که میبینی 5% یا 4% 5% از اطلاعاتی که تو اینترنت هست اون کوه یخی سرشه، بیشترش اون پایینه که ما نمیبینیم. درسته؟ و حالا دارک وب به خصوص خود دارک وب یه وبسایت هایی توش هست، خب نه که جایی نیست که توش باشه، یعنی وبسایت هایی تو میتونی دسترسی بهش پیدا بکنی که این وبسایت ها هم از یه سروری یا از یه کامپیوتری ران میشه، آپریت میشه. درسته؟ یعنی رو فضا نیست، این وبسایت از یه جایی ران میشه. که مثلا میگم من شاید یه وبسایتی رو کامپیوترم باشه، خب که این وبسایت دارک وبی باشه، یعنی تو مثلا پوریا بخواد سرچ بکنه رو گوگل نیاد این وبسایت بالا، یا اصلا سرچ بکنه مثلا بزنه نمیدونم rezajafari.com مثلا نیاد بالا، ولی بزنه rezajafari.onion مثلا بیاد بالا. خب یه دومین، یه آدرس، مثلا آدرس مثل آدرس خونه میمونه، یه آدرسی داره که به اونجا میری. بعد با مثلا براوزر یا مرورگر مثل کروم و مثلا اینا نمیتونی باهاش بری توش بری. بعد یه براوزری دانلود کنی که اسمش توره، مثلا حالا چیز دیگه است، من پیشنهاد نمیکنم مثلا این کارو بکنین. و اون شخص اونو دانلود میکنه، بعد میره تو این وبسایت. بعد اون وبسایتی که مثلا من درست کردم، مثلا وبسایتی که توش چه میدونم آدامس میفروشن، اوکی، میتونی بری اونجا بزنی باشه من مثلا آدامسو میخوام بخرم، مثل آمازون استفاده کنی. خب یعنی چیزهای خوبم میتونه تو دارک وب هم باشه، ولی بیشتر چیزهایی که تو دارک وب اصلا اسمشو برای این گذاشتم دارک وب، چیزهای خیلی بده، مثلا به عنوان چیزهای غیر قانونیه بدون مجوز. دقیقاً بدون مجوزه که حالا نمیشه گفت بده، نمیشه گفت خوبه، اون بحث فلسفی و اونجور چیزا داره. ولی مثلا مثل رد و بدل یا خرید و فروش مواد مخدر، مثل خرید و فروش آدم‌ها، اساسینیشن که میشه آدم کشی، از بین بردن آدم‌ها. آره. و خیلی چیزهای دیگه‌ای که حالا من نمیخوام بگم، یعنی خیلی چیزهای داغون دیگه‌ای که حالا اگه بخوایم خیلی هم سانسور بکنیم شاید جذاب نشه، ولی حالا صحبتایی که شاید قراره بشه تو این قسمت یکم تلخ باشه، یکم زننده باشه. ما نمیخوایم اصلا تبلیغی بکنیم روی این کار، فقط داریم صحبت میکنیم اون چیزی که متوجه شدیم. من اصلا فکر نمیکردم همچین چیزایی وجود داشته باشه، اصلا فکرم نمیرفت سمتش. حالا توصیه میکنیم کسایی که یکم دل کوچکتری دارن، مثلا دوست ندارن حالا اتفاقات بدی مثل حالا اذیت و آزار که اتفاق میفته بشنون یا در جریانش باشن، گوش نکنن. مثلا فیلم ترسناک میبینن. آره. مثلا من ما حالا توی خیلی جزئیاتش نمیخوایم بریم، ولی توصیه میکنیم که حالا گوش نکنن اصلا این قسمتو. آره یکم و حالا مثلا توضیح بخوام بدم، به عنوان مثال اینجوریه که شما میری مثلا تو وبسایت طرف به صورت پول آنلاین، حالا بیت کوین، حالا احتمالاً حالا صحبتش هم بیت کوین یعنی یه پول آنلاین، حالا بیت کوین یه نوع پول آنلاینه، حالا چون نمیتونی اونجا مثلا کردیت کارت بکشی چون میفهمن کی و اینجور چیزا و اصلا جالب نیست و درست نیست، یعنی اصلا این کارو نمیذارن انجام بدی. و اونجا به صورت آنلاین به اون شخصی که این وبسایت رو داره پول میدی
بعد اونجا میتونی دسترسی داشته باشی اسلحه بخری، یا اونجا مثلا به عنوان مثال چیز خیلی دیستربینگ یا چیز خیلی اذیت کننده میتونی دسترسی داشته باشی یه ویدیویی ببینی که یکی رو دارن میکشن، همونجا دارن زنده میکشن، یا همین مثلا داعش و اینجور چیزا اونجا هاست که مثلا یه وبسایتی دارن از طریق این براوزر و اینا بهشون دسترسی پیدا میکنن، خیلی‌ها که میرن حالا عضوشون میشن و اینجور چیزا تو اونجا هست تو دارک وب. یعنی یه جورایی هر درخواستی که فکر کنین با عقل جور در بیاد یا نیاد توی دارک وب این درخواستا وجود داره، اون تقاضاها وجود داره براش. چیز خوبش، یعنی بخوام بگم چیز خیلی معمولیش خرید و فروش اسلحه و مواد مخدره. این پولیا خوبه این چیزیه که نه به نظر من این چیزیه که نسبت به چیزهای دیگه که شنیدم و دیدم این خوبشه. یه خرید و فروش اسلحه و نمیدونم مواد مخدر چیز خیلی معمولشه، چیز سادهشه. خیلی مسائل مختلف دیگه‌ای که خیلی ناراحت کننده و دردناکه برای بقیه هست توش. و میخوام چیزشو بگم که مثلا چقدر میتونه درگیر کنه اون شخصو. مثلا میگم من یه بار کنجکاو شدم، حالا یه داستانی میگم، من توی دبیرستان که بودم کنجکاو شدم راجع این چیزا. بعد خب کنجکاو شدم رفتم اینو دانلود کردم، این برنامه رو دانلود کردم. چیه برنامه‌اش؟ اسمش توره. خب که علامت پیاز هم داره. آره علامت پیاز داره، اسمش تور TOR. بچه دانلود نکنید. بعد توضیح میدی که چرا پیاز شبیه پیازه. آره. بعد این رفتم برنامه‌اش دانلود کردم. حالا برنامه چیه؟ این برنامه مثل مرورگر معمولی مثل کروم و ایناست. خب ولی کاری که میکنه این IP ادرس اون کامپیوتر رو عوض میکنه. IP ادرس چیه؟ IP ادرس مثلا میگم هم گفتم میریم تو زمین فوتبال، ما میخوایم صحبت بکنیم اینا. خب هر کدومون یه کد شناسایی داریم، یه نیم تگ داریم. هر کی با کی صحبت میکنه مثلا یه DNA داره، به عنوان مثال محسن، منم یه DNA مختلف دارم، تو یه DNA دیگه داری. خب DNA کامپیوتر یا DNA کامپیوتری که به شبکه‌های مختلف به جای مختلف وصله میشه همون IP ادرسش. این براوزر، این مرورگره که اسمش توره، این DNA رو عوض میکنه، یعنی IP ادرس رو عوض میکنه. خب که کسی نتونه بیاد دنبال بکنه ببینه از کجا رسیده و اینا، به کجا، یعنی کی رفته تو این نوع وبسایت ها. اوکی، خلاصه من رفتم این کارو کردم و بعد یکی از فیمس ترین یا معروف ترین وبسایت های اون دوران، مثلا 8 سال پیش 7 سال پیش، تور چیز بود، سیلک رود بود، سیلک جاده ابریشم بود که مثلا که بستنش رو، آره دیگه بسته بودنش، حالا نمیدونم هنوز هست و ورژن جدیدش اومده و اینا، ولی یه وبسایت دیگه مثلا اینکه مثلا آمازون رو ببندن، خب یکی دیگه میزنه آمازون تو باز میکنه. و خلاصه رفتم اونجا و سرچ کردم، زدم گان، سرچ بار داره شد، زدم گان، بعد همینجوری لیست اومد و مثل آمازون انگار سرچ کرد لیست اومد و اینا. بعد به یکی از دوستام زنگ زدم، گفتم اونم خیلی راجع به این چیزا میدونست و خیلی مثلا دوست داشت اینجور چیزا رو مثلا بدونه. گفتم آقا من رفتم اینجا و اینجوری و اینجا میشه اسلحه خرید و اینا. منم تو دوران مثلا چند 15 سالگی بودم و خیلی جذاب بود این چیزا برام. بعد دوستم من گفت سری کامپیوترتو ببند، اصلا کامپیوتر داشتم، لپتاپ نداشتم. گفت سری برو برقشو بکش، از برق بکشش. رفتم از برق کشیدم و گفتم یعنی چی و اینا. گفت برو سری بکش. گفتم رفتم کشیدم و بعد شروع کرد توضیح دادن به من که اینجایی که تو داری میری تو این وبسایتی که داری میری، آی پی تو اون کسایی که این وبسایت ساختن کسایی که هکرن، یعنی کسایی هستن که همه چی میدونن، مهندس دکترای کامپیوتر همه چی رو اینساید اوت میدونن، درست؟ یعنی همه چی رو از 0 تا 100 بلدن و راحت میتونن دسترسی پیدا کنن به کامپیوتر تو. هکرن اکثرا. دقیقاً دست پیدا کنن به کامپیوتر تو و یه کارایی بکنن که تو هم مثلا نفهمی چطوری و اینا. که حالا یکی از مثالاشو من بهتون گفتم، میخوای که شما دیگه بگین یکی از مثالاش که یه کار میتونن بکنن. آره همینطوری که گفتی خیلی درگیر میشن، خیلی اعتیادآور این داستانهای دارک وب. اگه کسایی که میرن میخوان سرچ بکنن اولش کنجکاوی بکنن، این کنجکاویه که زیاد بشه درگیرش میشن و ممکنه با اون هکرها در اصل درگیر بشن که بیان از طریق کامپیوترشون، براوزرشون یه سری اطلاعات شخصی ازشون داشته باشن که آتو بگیرن در اصل از اون افراد که کارهایی که میخوان انجام بدن برای اون هکرها یا اون شبکه.
به خاطر همینه که مثلا میگم کنجکاوی اصلا نشه. من خودم راجبش خوندم این ورون و راجبش تحقیق کردم ولی هیچ موقع کنجکاوی نکردم و توصیه میکنم که هیچکی این کارو نکنه. بعدش چیزی که دیگه‌ای که میخواستم بگم، توی این دارک وب یه سری داستانهایی هست به اسم اتاقهای قرمز، رد رومز، که اگه گوگل هم سرچ کنید و اینا میتونید اطلاعاتی بگیرید در موردش که اصلا اتفاقای فاجعه باری میفته. میگم چون درخواست هست، تقاضا هست برای یه سری کارها، مثلا اینکه یه حالت چت رومیه، افرادی حالا پول میدن، میتونن تو از طریق همون بیت کوینی که رضا اشاره کرد بهش میتونن پول بدن که بیان توی این چت روما و میتونن مثلا چه میدونم کشته شدن آدم‌ها رو ببینن، زجر دادن آدم‌ها یا حیوانات یا خیلی اتفاقای دردآور و عذاب‌آور رو میتونن ببینن و خیلی واقعا ناراحت کننده است و جای نگرانی داره که اولا یه همچین چیزی وجود داره. بیشتر از این که آدم باید نگران و ناراحت این باشه که یه همچین چیزی وجود داره، باید ناراحت این باشیم که افراد زیادی هستن که درخواست و تقاضا دارن که این یه همچین چیزایی وجود داشته باشه، یعنی ساپورتش میکنن، دارن پول بهش میدن که مثلا توی اون چت روم باشن و درخواست بدن که مثلا یه آدمی آوردن اونجا نشوندن، همه تشویق کنن بگن چه مثلا دست اینو ببرین، زبونشو ببرین، آره، و در نهایت هم بکشنش. حالا میدونم این قسمت ها شاید ناراحت کننده باشه ولی واقعا اینجور چیزها هست توی این قضیه دارک وب، توی اون قضیه اتاقهای قرمز و خیلی هم تجربه کردن. خیلی هم میخواستن فقط رفتن کنجکاوی کنن، توی این قضیه وارد شدن و سریع خواستن بیان بیرون ولی اون سیستمشون هک شده و یه جورایی درگیر شدن، اینوالو شدن توی اون قضیه و حالا آدم‌هایی اومدن سراغشون یا تهدیدهایی شدن که اگر فلان کارو نکنی یا این اینفورمیشنی که ازت داریم رو منتشر میکنیم، یا اینکه تهدید به مرگ شدن یا تهدید به این شدن که عزیزانشون، اطرافیانشون مورد آزار و اذیت قرار داده میشن. به خاطر همین اصلا هیچ کنجکاوی نکنیم توش، در حد همین که بدونیم چه خبره کافیه. اگه یادتون باشه چند وقت پیشم این قضیه نهنگ آبی و اینا در اومده بود توی ایران، خیلی‌ها خودکشی کردن در نهایت براش، که خیلی جای ناراحتی و نگرانی داره ولی خب خیلی هم درگیر ماجرا شدن. دقیقاً. من حالا خودم سیستمم جوریه که وقتی میشنوم یکی میگه کنجکاوی نکن، من خودم خیلی کنجکاو میشم. خب برای اون آدم‌هایی که خیلی کنجکاوم شدن، من بهتون یه جایی میگم برین فقط این داستانا رو بشنوین. یه وبسایتی هست به نام ردیت، خب که تو ردیت فوروم چی میشه به فارسی؟ تالار گفتگو آره، تالار گفتگو، همه هر کی میاد یه چیزی میذاره. خب بعد تو میتونی مثلا مثل اینستاگراممونه هر چیزی که میذاری میتونی اونجا بهش میگن آپ ووت یا میگن حالا لایک کنی، بره بالا که همه ببینن. مثلا از 2 میلیون که این ردیت رو استفاده میکنن، بیشتر 4 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون که اینو استفاده میکنن، همه مثلا میبینن که تاپیک هات چیه. مثلا الان برای US الکشن و اینجور چیزاست، خب انتخابات. و تو اینجا میتونین بزنین نمیدونم دارک وب ستوریز، اینجا یکی بهتون میگن که حالا شاید هم بعد دیتیل هم توضیح میدن. شما من خودم رسما اون موقعی که این اتفاق برام افتاد و این کارا رو کردم، خودم از لحاظ ذهنی و روحی درگیر بودم باهاش برای حدود 6 ماه کاملا درگیر بودم، چون بچه‌ام رضا انقدر ترسید استرس داشتش. من می‌خواستم تو گوگل سرچ کنم دارک وب، میگم نکن وی پی ان نصب کن، اینجوری سرچ کن تو گوگل دارک وب. گفتم مگه چیه، دارم ویکی‌پدیاشو دارم می‌خونم. آره من اصلا یه کاراکتر فیلم ترسناک هم من نمی‌بینم. این کلا اینجوریه، ولی خب خیلی کنجکاوم. ولی اینجا میتونین کنجکاویاتون رو ارضا کنید. خیلی عالی. آره خب صحبتی هست پوریا؟ من واقعا خیلی برام ترسناکه، واقعا نمیدونم چی بگم. این وقتی که باش آشنا شدم، من این رو تقریبا دارک وب رو 3 سال پیش آشنا شدم، یعنی نمیدونستم هم چیزی وجود داره. تو دانشگاه بودم، یکی از بچه‌های دانشگاه گفت بهم که همین چیزی وجود داره، مردم میرن توش یک سری کارا غیر قانونی میکنن. من نمیدونستم شدتش چقدره، ولی اخیراً متوجه شدم که اوه چقدر
کثیفه. میگم چیز خوبش مواد مخدر اصله است، بقیه چیزاش دیگه خدا به خیر کنه. واقعا یه کسایی هستن که مثلا پول میدن نمیدونم کشته شدن حیوانات به نوع مختلف رو ببینن و نمیدونم، خیلی داغونه. بله دیگه خیلی ها پول میدن که براشون یه کار خراب انجام بدن. میرن اونجا مثلا آدم کش استخدام میکنن، با بیت کوین بهش پول میدن، میگن این فردا برو بکش. ولی به این راحتی نیست. حالا میخوام شنوندا بدونن که مثلا آره. به این راحتی نیست خودت مثلا اگه یکی رو میخوای بکشی بری نمیدونم بری اونجا حالا تو رو دانلود کنی این کارو کنی باید خودت یه جوری هکر باشی. آره باید اصلا بدونی، چون بری اونجا یکی از هک میشی، بعد تو اگه هکر باشی هک نمیشی، بعد میفهمن اوکی این شخص خیلی جدیه تو این کارش که میخواد مثلا، یعنی یه جورایی سیستم مثل این میمونه که تو میخوای بری یه دونه رولکس بخری، یکی میخوای بری رولکس بخری یا مثلا یه مشتی چیز برند خیلی قوی بخری، اونجا گارد وایساده و اینا، اونجوریه، یعنی یه سیستم سکیوریتی داره. آره خودش. و خیلی هم پیشنهاد میکنن که اگر میخواین این رو تجربه کنین یا باید اطلاعات خیلی زیادی از کامپیوتر و هک کردن اینا داشته باشین یا متخصص این کار باشین که وقتی واردش میشین بدونین آقا چه خبره. و من یک چیزی که خوندم متوجه شدم که خیلی از افرادی که متخصص کامپیوترن، پی اچ دی دارن، فوق لیسانس دارن، از این خبر ندارن، بعدن نمیدونن چجوری هندلش کنن این موضوع رو. دقیقاً ما یه پادکستی با هم دیگه گوش میدادیم، دانستگی ها، که خیلی قشنگم راجعش توضیح دادن، البته حدود 2 ساعته فکر می‌کنم پادکستش، خیلی قشنگم راجعش توضیح دادن. یعنی از اینجور جاهایی که روی ورلد واید وب، روی همون 5% برین ریسرچ کنید، توتر نرین و جالبه دیگه. من خیلی این تاپیک دوست دارم، ولی واقعا هیچ وقت نمیفهمیدم این منشأ این از کجاست. خب منشأ از فکر می‌کنی از کجاست؟ آخه چرا چنین سرویسی باید باشه؟ فکر کنم باید یه برنامه دیگه درست کنیم، با یه روانشناس اصلا صحبت کنیم، یه کسی که علم بیشتری تو این قضیه داره که چرا اصلا یه همچین تقاضاهایی وجود داره، از وقتی این اتفاقات میفته اون افرادی که این درخواست و تقاضا رو دارن چی میگیرن ازش. چون داشتم به نسخه های ورژن های مثلا ضعیفترش نگاه میکردم. ما توی ایران خب این قضایا هم هست دیگه که افراد حاضرن ساعت 5 صبح بلند شن برن توی میدون که مثلا اعدام یه شخص رو ببینن و شلوغ میشه، اصلا رو سر و کله هم میرن و اینا. چرا واقعا باید جذاب باشه؟ این هم مثل همون رد رومی که الان صحبتش کردیم میتونه باشه دیگه. دارن یه شخصی رو میکشن و افراد خیلی هاشون حاضر نیستن 5 صبح به خاطر ورزش کردن یا به خاطر یه کار مثبت بلندشن برن، ولی برای مثلا اعدام، من حالا اون موقع ایران بودم یادمه، اعدام قاتل روح الله داداشی یکی از قوی ترین مردان ایران بود توی مسابقات. یادمه با چاقو زدنش. آره مثلا یه پسر 18 ساله 19 ساله بود، برای اعدام این من یادمه اون موقع شلوغ شده بود. حالا ساعت 5 از 4 صبح ملت رفته بودن جا گرفته بودن که اعدام ببینن. خب چیه این؟ چی بهتون میرسه که میخواین این اعدامو ببینین؟ دقیقاً اینم به نظرم لازمه که یکم روش عمیق‌تر بشیم که چرا اصلا واقعا دوست داریم که دیده بشه، دوست داریم که مثلا راجع به اینجور مسائل بدونیم و مطمئنا هرچی هم به قول تو میگفتیم کنجکاوی نشه روی این موضوع. حالا شاید خیلی ها این اپیزودو گوش کنن برن سرچ کنن دیپ وب یا دارک وب، در حد سرچ کردن این که ببینید چه فاجعه های اتفاق میفته اونجا اوکیه، ولی هیچ وقت اصلا درگیرش نشید که بخواین اون تور رو بخواین دانلود بکنین یا آی پی آدرستون رو عوض کنین واردش بشین ببینین چه خبره. چون ما نیم ساعت اپیزود رفتیم همش میگفت آقا درگیر نشید خودمون اینجا خوف برامون داشته یکی از پشت نیاد. بعد چند تا نکته رو بگم که پیش اومد در مورد صحبت نکردیم. یکی این که رضا پرسید این دیپ وب از کجا به وجود اومدش. من بر اساس چیزی که خوندم و اینو فکر کنم ارتش امریکا بود که درست کرد برای اینکه بتونن یک پایگاهی داشته باشن که اطلاعاتشون رو با هم دیگه به اشتراک بذارن. اینو ارتش درست کرد. یک سری تحقیقات دانشگاهی هم بود که بعد از یه مدتی این پابلیک شدش، برای عموم استفاده به اشتراک عموم گذاشته شد و مردم هم تونستن استفاده بکنن ازش. این خاصگاهش از اونجا میشه گفت اومده. میشه گفت آره ناکن همین چیزی که گفتی، ولی شاید قبل از اون که اصلا ارتش به وجودش بیاره و اینا اصلا چه آخه شاید مثلا یکی که
اینترنت و کامپیوتر میفهمیده، اون موقع که اصلا اینترنت اومده 4 تا کامپیوتر تو خونه داشته، یه دونه دیپ وب درست کرده. خب یعنی که تو میتونی یه شبکه درست بکنی، اون شبکه کسی بهش دستی نداشته باشه بهش میگن دیپ وب. خب یه چیز دیگه هم که یادمون رفت راجعش صحبت بکنیم، قضیه تور بود یا همون آنین. آنین یعنی پیاز. خب مرسی که گفتی. آنین یعنی پیاز هم لایه‌های مختلفی داره دیگه و خیلی لایه است. دقیقاً که هی باز میکنی هی به هیچی نمیرسی، هی به هیچی نمیرسی و بالاخره میرسی، یعنی خیلی لایه‌های مختلف داره که این آنینم، این تورم، این مرورگر تور برای همین حالا لوگوش آنینه یا لوگوش مثل پیازه مثل پیاز میمونه. چون که خیلی لایه است باعث میشه که اون آی پی اصلیتون رو نتونن پیدا و ردیابی کنن، خیلی سخت بتونن پیدا کنن. ولی خب احتمال اینم که همون مسئولین خود تور یا قطعا کسی که اینو درست کرده دسترسی داره دیگه به کسایی که واردش میشن، احتمال اینکه اونا بتونن هک بکنن یا دسترسی داشته باشن به اطلاعات شما هم هست. آره یک کار دیگه هم که برای امنیت کردن FBI و کلا سیستم‌های امنیتی یک سری افراد استخدام کردن که توی این توی این دیپ وب یا دارک وب هستن که پلیسن یا مسئولای FBI ان که مانیتور میکنن همه چی رو و ممکن مثلا شما میرین توی دیپ وب ماریجوانا سفارش میدین، ممکنه به کسی که دارین سفارش میدین یک فردی باشه تو FBI، بعد میفهمن و میان شما رو دستگیر میکنن. اینم هست، برام میگم باید حرفه‌ای باشین که وقتی میرین تو اینا رو بتونین بزنین کنار، به اصل جنس برسین. خلاصه دوستای توی خونه توی دارک وب و دیپ وب نرن ماریجوانا سفارش بدن، برن کوکائین سفارش بدن. ماریجوانا که اینجا که آره آزاده. رضا کسایی که نمیبینن، رضا انگشت دومش از سمت از انگشت کوچیکه لاک رنگی که من میبینم سرمه‌ای رنگ زده، جفت دستاشو چرا؟ توضیح بده. هر 5 دقیقه خب یک کودک برای وایلنس خشونت میمیره. تو دنیا. یعنی ما الان نیم ساعت داریم حرف میزنیم، 6 تا بچه برای فقط برای خشونت، پدر مادر یا هر کسی میتونه باشه ولی بیشتر پدر مادر و اینا. و این یه چی میگن ارگانیزیشن یا یه سازمان یه حرکت نمادینه و یه سازمانیه که خب اینا چریتی هن. یعنی این که چریتی چی میشه؟ واقعا چی میشه چریتی؟ خب کمک میکنه. آره مؤسسه خیریه میگم خیریه دقیقاً، که خیریه است که من خودم از 2017 فکر میکنم از 2017 این کارو میکردم. کمپینشون یا اون موقعی که دیگه خیلی مثلا همه مثلا این شروع میکنن کارشون رو تو اکتبر، میگن از اکتبر شروع کنین این کار رو انجام دادن و هی مسیج شیر بشه. اگه کل سال باشه لوس میشه یه جورایی. ولی من الان نوامبر هنوز من دارم دیگه، از اکتبر مونده. آره از کی گفتی این شروع شده؟ من تا حالا نشنیده بودم راجعش. یعنی تو این خیلی ساله. آره این خیلی ساله و اصلا این کارو میکنیم که مثلا کسی مثل محسن یا دوست من یا حالا محسن هم مثلا اینو دیده میگه چه جالب، مثلا من میرم $5 به اینا کمک میکنم، $10 $20 $300. البته محسن که خیلی لاجه میره $2000 به اونا میره. خب کمک میکنن به چی مثلا؟ آره دیگه خب بعد اونا برمیدارن این پولو برمیدارن میرن از این بچه‌ها حمایت میکنن ادویکیشن و چی بهش میگن اطلاعات و آموزش میدن به پرنتس و اینجور کارا رو انجام میدن. آره تو کجا این ارگانیزیشن؟ تو آمریکا. اوکی. ارگانیزیشن آمریکاییه و خب حالا من یکی از ارگانیزیشن هست که یکی از خیریه هست که بهشون کمک میکنم. جالبه. چند نفر پرسیدن از اون موقع که زدین لاکر رو؟ چند نفر ازت پرسیدن که این چی اصلا؟ خیلی از من پرسیدن، بعد سری رفتم اینستاگرام یه سوشال پست گذاشتم دیگه، راحت شدم. خیلی‌ها مثلا میشه اصلا هدفش بکنم همینه که مردم ببینن کنجکاو بشن، بیان ازت سوال بپرسن که چرا یه جور مارکتینگ دیگه. یه جور مارکتینگ. آره اصلا بیان یه بیزنس بزنیم اینجور مارکتینگ رو انجام بدیم. خیلی عالی. آره. حالا محسن تو از پیرنت برام تیشرت برام هفته بس باید بگم دیگه. آره دیگه. ما همونطوری که هفته قبل قسمت قبل گفتیم حامی برنامه‌مون تچر است. تچر هست. تچر یه برندیه توی ایران که کار تولید لباس میکنه که من خودم از طرفداراشون هستم. هم کیفیت لباساشون خیلی دوست دارم، هم طرح‌هاشونو.
توی وبسایتمون میتونن به عنوان حامی ببینن و روی لینک تچر کلیک کنن و برن تو وبسایتش محصولاتش رو ببینن. اون قسمت پرومو کد یا کد تخفیفی هم که صحبتش کرده بودیم هنوز در دست بررسی و احداث روی وبسایت تچر که بتونن مخاطبان بازگشت از 5% تا 10% تخفیف برخوردار بشن. به زودی هم اعلام میکنیم که کسایی که نورت آمریکا هستن چطوری میتونن به این محصولات برسن و به دستشون برسه. اگر کرونا بذاره ما بتونیم مهمونامون رو بیاریم. آره دقیقاً. حالا دیگه الان با مهمونا قراره یه کار دیگه انجام بدیم که آنلاین ویدیو آنلاین هیچ کار خاصی قرار ببرشون تو دیپ وب. خیلی خوب. امیدواریم که این قسمت خوب شده باشه چون که اصلا آمادهش نبودیم و گفتیم یه موضوعی که برای خودمون جالب بود و میخوایم فقط راجعش صحبت کنیم چون که دیشب خیلی یهو این اتفاق افتاد. هر گونه نظر و انتقاد و حمایتی داشتین، حمایت مالی نمیخوایم. ما اینجا پولدارمون محسن هست. حمایت مالی منظورمون نیست، حمایت احساسی خیلی. ویدیوها رو به اشتراک بذارید. آره به اشتراک بذارید با دوستانتون و پیجمون رو لایک کنید. ما همه جا توی سپاتیفای، ساوند کلاود، اپل پادکست، گوگل پادکست و مهمترین که ویدیوهای خوشگل ما رو ببینین یوتیوب اسممون سابسکرایب بکنین، اون مشکل قرمز رو بزنین و اون زنگوله رو بزنین مثلا یوتیوبر اون زنگوله رو هم بزنین که هر موقع ما یه اپیزود میدیم بیرون سریع بفهمین که توییتر، آره توییتر رو جا انداختیم، اینستاگرام، همه جا اسممون بازکسته با 2 تا A. دقیقاً بازکست. بعد خیلی هم من دیدم اسپیس میذارن بین بازکست بدون اسپیس بدون فاصله. یک کلمه است در آره یک کلمه سر همه بازکست. دقیقاً. خب خیلی هم عالی. خوشحال شدم که این راجع به این صحبت کردیم و قراره این قضیه رو خیلی باز کنیم. من خیلی دوست دارم این قضیه رو باز کنم. البته 5-6 تا VPN دانلود میکنم قبلش که بخوام باز کنم. بعد همین دیگه. مرسی. خدا نگهدار. آره دیگه خدا نگهدار دوستان. خداحافظی نکردی رضا. خداحافظ.